حرکت اسکوات پرشی به طرفین روی استپ. اهداف کلی حرکت: افزایش متابولیسم پایه، افزایش تعادل و تقویت گیرنده های عمقی کف پا. عضلات اصلی درگیر: عضلات چهارسر ران، عضلات کمکی درگیر، عضلات همسترینگ، عضلات نزدیک کننده، عضله کشنده پهن نیام، عضله راست کننده ستون فقرات و عضلات شکمی. نحوه اجرای صحیح حرکت: پاها رو به اندازه عرض شانه باز می‌کنیم، یک پا روی استپ و پای دیگه روی زمین قرار میگیره. پنجه ها رو به سمت جلو قرار میدیم. دست ها به صورت کاملا صاف کنار بدن از مفصل آرنج خم شده و دست ها به شکل گارد بوکس روبروی قفسه سینه قرار میگیرن. این نقطه شروع ماست. به آرومی بالا تنه رو به سمت پایین هدایت میکنیم. قبل از ایجاد زاویه 90 درجه در مفصل زانو به حالت اولیه برمیگردیم. با این تفاوت که هنگام بازگشت به حالت اولیه با یک جهش به سمت راست میریم و جای پاها روی استپ عوض میشه. بلافاصله بالا تنه رو تا نزدیکی سطح زمین پایین میاریم و مجدد با یک جهش به سمت چپ منتقل میشیم و این چرخه تا پایان تمرین ادامه خواهد داشت. در حرکت بازگشت به حالت اولیه بازدم و در حرکت خم شدن دم